که هلاک میشیم از دست ظالما. بله، یک نکته را اینجا یادآور میشم و مهم نکته است. قبلا هم در تقاریر خود گفتیم، بازم میگم، ما از او جوان، از او شخص اعلان براعت و بیزاری میکنیم که خلاف فتوای علمای حق پرست از خود فتواهای ناحق میده و فتنه ها را بالا کرده رویسته. میره در سر قبرستان مردم استاد میشه و کلش مشرکین است. میره کتابا را نعوذ بالله گند میگه، میره اماما را توهین میکنه و از جمع ما نیست و در منهج سلف نیست. همیشه بر ما بلا و مصیبت همچون مردمای جاهل بر ما پیدا کرده. خودش یک روپه منفعتش به دین نرسیده، لیکن برای ما مصیبت و تکلیف جور کرده. ملا صاحب در مسجد مکه آمدی دهنت باز میشه، باز هرچی خانی میکنی. خود تر بالله قسم خودت که در خانهت نماز میخونی پرت که کس نبینه رفع الیدین پرت میکنی. بی غیرت اینجا آمده یالی ده نواز کرده، گاهی او علمم بد بگو، او رام بد بگو. اینجا موقع پیدا کردی مسجد مرا خراب میکنی، از حدود الله تجاوز میکنی. تو در کدام منهج سلف هستی؟ پدری خود مرتد میگه، مادری خود کافر میگه، دیگه مشترک میگه. چقدر علم داری، چقدر معلومات در دین داری، چقدر. تنها غیرت سببی از این نمیشه که آدم مفتی جور شود. تنها شجاعت سببی از این نمیشه که من خیلی شجاعت دارم فتوا داده میتونم. فتوا بری خود علم میخواه، حکم کردن سری مردم بری خود علم میخواه. با یک کلمه تو در جهنم میری، با یک کلمه. در اینجا که هر قدر فتنه بر ما پیدا شده توسط او افراد پیدا شده که خودم منسوب به ما میسازه، لیکن سخنای ما را عمل نکرده، واقعیت عمل نکرده، برخلاف سخنای ما قدم بالا کرده. لیکن وقتی که گپ برسه باز خودم منسوب میسازه به سلفیت. آتش نفاق در میدی، آتش در میدی، باز در یک معامله خود حاضرم شده نمیتونی. یک مولوی صاحب چند تا نفر فتنه انگیز بالا کرد و حالا محترم، یک حق بوی یک مولوی صاحب است، یک مولوی صاحب. روزی که بلا و مصیبت آمد و آدما و مردکگکا کلشان گم شد. حالی پرسان نمی کردن کی است، کجا هست. مولوی صاحب گفتم که مولوی صاحب یک کمی محاولیت نظر بکن، خیر است. بسیار با حوصله، بسیار با احتیاط. زمانی که فتوا میدی دقیق باشه. در فتوای کلی قیدا را باید مراعات بکنی، یک قیدم از پیشت باقی نمانه. و تو مکلف هستی، عالم هستی. به خاطر یک فتوای تو مردم در فتنه میفته، سبب قتل یک انسان میشه، سبب تکفیر یک انسان میشه. فتوای تو است، دقیق باش. ما بجای از اینکه خیر ما برسه، بارها ما گفتیم که کسی که به عقیده سلف است رجوع کنی به سلف. به الله قسم والله مرتبه تو از علی رضی الله عنه خلیفه راشد بالاتر نیست. خوارجی که در مقابل علی رضی الله عنه خیسته، اخواننا او برش باز میگه که برادرای ماست، بغوا علینا، سر ما بغاوت کرده. نمیگه که کافر است، خونش حلال است. لیکن تو کافره آسان گپ است. اقدر کلان مفتی جور شده، مردم در تشویش انداخته. مردم خوب اراده میکنه که ما بریم، ولی امی مردم خوب نماز میخونه، خوب مردم است، ریشایشان اسای که حلیه و رفتار و محبت و صمیمیتشان اسای که. وقتی که از دهن گندی توی واری انسان این فتوای ناحق میشنوه، فرار میکنه که هیچ پرسان نکن. دیدی چندین خطبه را دادم که ای مرد که یک گپی تو سبب شکست یک منهج بزرگ میشه، یادت باشه نکو. تو کلان داری، تو بزرگ داری، تو مرجع داری، تو عالم داری، رجوع کن. از اونجا فتوا بگی. تو حق فتوا را نداری. اگه از دستت میشه دعوت بکن. اگه از دستت اینجا دعوت خوشید نمیاد، راههای تو آزاد است. تو را کسی مانع نشده. هر جایی که خوشید نه همونجا رفته رویستی. یکی نکنی.
امین نوره شکر و فضل الله سبحانه و تعالی است که در این طور موقع الله سبحانه و تعالی ما را بصیرت نصیب میکنه که با قرآن و حدیث باشیم، عقیده قرآن و حدیث داشته باشیم. برای ما همین موقع میده. ما یک مجلس جمعه خود با کل دنیا نمیدیم. چرا میگیریم خراب میکنیم؟ چرا فتنه را آتش میزنیم؟ اگر اهلیت سخن نداری نگو، در جای سخن نگو. دلیل سند نداری نگو. یونمون مشکلی هست که همیشه در برادرای ما موجود می باشه. البته کل برادرها نیست، انگشت شمار برادر هست، لیکن برای از اینکه برای ما غم جور بکنه کفایت میکنه دیگه. مدینه روزم گفتم این گپ باز تکرار میکنم بشنوه، ما با مردم مخالفت نداریم، مخالفت علمی داریم. در مسائل که مخالفت داریم ایره توسط کلاشینکوف حل نمی کنیم، توسط تظاهرات حل نمی کنیم، توسط قوم جنگی حل نمی کنیم. این موضوعات تعلق به علم داره، به استدلال از قرآن و حدیث داره. و هر طایفه در افغانستان که سر ما انگشت انتقاد سری کدام موضوع بالای ما میمانه، ما انشاءالله حاضر هستیم به جوابی از با کدام چیزی که عقیده دارن، با کتاب، با قرآن، با حدیث، با موقتش بحث میکنیم، در هر وقت حاضر و آماده هستیم. ولی ما تعرض سری کسی نکردیم، بیان میکنیم. بیان اگر سری کسی صادق میشه صادق شوه دیگه. من سخن میگم شاید اینطور کسی باشه در این مجلس سرش گپای من صادق شوه، همون گپا در او موجود باشه، بجای از اینکه او عقده بگیره و در مقابلم سنگر بگیره. من خود نمیشناسم، من خود به خاطر از او گپ نزدم. چقدر خوب است که آدم اشتباه خود، نواقص خود در اثنای نصیحت یک برادر مسلمان خود درک بکنه، دیستی در صدد اصلاحی از او شود. و سلف مفهومش هم امی است که تسلیم حق هستند، که حق واضح از دهن هر کس که باشه برش تسلیم میشه.